مردی بود در تمام عمر خود همواره معصیت میکرد و از هیچ گناهی دریغ نمیکرد. در سن پیری روزی در خانه خود بود که ناگهان فرشته مرگ را دید و فهمید که عمر او به پایان رسیده. در همون لحظه با ناراحتی به گذشته خود نگاه میکرد که چقدر اشتباهات داشته و هیچ کار نیکی در عمر خود نکرده بود. با ناراحتی از اعماق قلب خود گفت: ای خداوند، ای آن که دنیا و آخرت از آن توست، رحم کن بر حال کسی که نه دنیا دارد و نه آخرت. این کلمه ها را گفت و جان داد. اهل مردم شهر از شنیدن مرگ او خوشحال شدند، چون آنها از گناه معصیت این مرد عمری از او متنفر بودند. جنازه او را بدون شستشو و کفن در میان خرابه‌ای با خاک خاشاک دفن کردند و رفتند. در همان شب یکی از بزرگان خواب دید که به او میگویند: برو اون بنده من که در میان خرابه‌ها دفنش کردند را از خاک بیرون بیاور و شستشو بدید و کفن کنید و نماز بخونید و در قبرستان صالحان دفنش کنید. آن مرد گفت: خداوندا، او یک انسان بدعمل بود و میان مردم به بدنامی معروف است. او مگر چه کار کرده که مورد رحمت و عشق و بخشش تو قرار گرفته؟ خطاب آمد که او در پایان عمر خود به گناهان خود نظر کرد و از اعماق وجودش مرا صدا کرد. من رحمتم را بر او قرار دادم و او را از عذاب نجات دادم و اکنون در بهشت است. من نمیتوانم کسی از اعماق وجودش مرا میخواند و پشیمان است را نادیده بگیرم. من خداوندگار مهربان شما بندگان عزیزم هستم. به عشق خدا بنویس: یا رحمان و یا رحیم.